درس 14. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما دوستان عزیز و همراهان گرامی. در این درس هم طبق معمول به شما لغات جدیدی یاد داده خواهد شد. سعی کنین تلفظ و خود لغت رو خوب به ذهنتون بسپارین. به جملات زیر خوب توجه کنین. من میخوام کمی پول قرض کنم. I want to borrow some money. من باید الان برم. I have to go now. من فقط $9 دارم. I only have $9. $10. $10. نقد یا پول نقد. Cash. من کمی پول لازم دارم یا من کمی پول احتیاج دارم. I need some money. بیشتر. More. بهش احتیاج دارم یا لازمش دارم. I need it. میخوای باهاش چی کار کنی؟ What do you want to do with it? من به یه کمی پول بیشتر احتیاج دارم. I need some more money. آیا میتونی کمی آب بهم بدی؟ Can you give me some water? به هر حال. Anyway. به هر حال مرسی. Thanks anyway. ما بیشتر از شما پول داریم. We have more money than you. به این قسمت خوب توجه کنین. خیال دارم الان ناهار بخورم. I'm going to eat lunch now. ولی هیچی پول ندارم. But I don't have any money. بفرمایید $8. Here's $8. بفرما چاییتون. Here's your tea. چی میل داری بنوشی؟ What would you like to drink? کمی چای میل دارم. I'd like some tea. بفرمایید یا خدمت شما. Here you are. مرسی. Thanks. خواهش میکنم. You're welcome. ما خیال داریم خونه بخریم. We're going to buy a house. امشب. Tonight. امشب خیال داری چی کار کنی؟ What are you going to do tonight? نمیدونم. I don't know. شاید بتونیم بریم یه پاساژ. Maybe we can go to the mall. خیال داری اون کتابو بخری؟ Are you going to buy that book? مطمئن نیستم. I'm not sure. چنده؟ How much is it? $7. It's $7. من فکر می کنم $8. I think it's $8. آیا میتونیم بریم به سوپرمارکت ایرانیه؟ Can we go to the Persian supermarket? نمیدونم. I don't know. آیا میتونیم یه خورده دیرتر بریم؟ Can we go a little later? باشه. All right. من پولی ندارم. I don't have any money. آیا میتونم کمی پول قرض کنم؟ Can I borrow some money? چقدر میخوای؟ How much do you want? $10. $10. 10. $10. $10. من فقط $10 میخوام. I only want $10. بفرما $10 یا اینها $10. Here's $10. من میخوام کمی قهوه بخرم. I want to buy some coffee. من میخوام کمی پول قرض کنم.
I want to borrow some money. من میتونم یه کمی پول بهت بدم. I can give you some money. پس $10 بهم بده. Then give me $10. باشه. All right. متاسفم. I'm sorry. من فقط $9 دارم. I only have $9. 9. 9. من فقط $9 دارم. I only have $9. آیا میتونم امانتش بگیرم یا قرضش کنم یا اونو قرض کنم؟ Can I borrow it? من میخوام اون کتابو بخرم. I want to buy that book. من میخوام بخرمش. I want to buy it. چنده؟ How much is it? $10. It's $10. من میخوام برم. I want to go. من باید برم. I have to go. من یه ماشین دارم. I have a car. آیا ماشین داری؟ Do you have a car? باید برم. I have to go. آیا باید بری؟ Do you have to go? آیا الان باید بری؟ Do you have to go now? آره، الان باید برم. Yes, I have to go now. من باید ماشین بخرم. I have to buy a car. ما باید خونه بخریم. We have to buy a house. آیا شما باید خونه بخرید؟ Do you have to buy a house? ما باید یه خونه داشته باشیم. We have to have a house. من میخوام اون کتابو بخرم. I want to buy that book. من باید اون کتابو بخرم. I have to buy that book. من باید بخرمش. I have to buy it. تو نمیتونی اون کتابو بخری. You can't buy that book. نمیتونی بخریش. You can't buy it. به این قسمت خوب توجه کنیم. آیا میتونم کمی پول قرض کنم؟ Can I borrow some money? من فقط $8 دارم. I only have $8. میتونم قرضش کنم؟ Can I borrow it? بله، بفرما. $8. Yes, here's $8. مرسی. Thanks. خواهش میکنم. You're welcome. من باید کمی پول قرض کنم. I have to borrow some money. کی میخوایش؟ When do you want it? امشب. Tonight. نقد. پول نقد. Cash. آیا میتونم کمی پول قرض کنم؟ Can I borrow some money? آیا میتونم کمی پول نقد قرض کنم؟ Can I borrow some cash? هیچی نقد ندارم. I don't have any cash. من میتونم کمی پول نقد بهت بدم. I can give you some cash. سعی کنین این قسمت رو با یکی از دوستاتون خوب تمرین کنین. سلام مینا، حالت چطوره؟ Hello, Mina. How are you? خوبم سحر، مرسی. تو چطور؟ I'm fine, Sahar, thanks. And you? منم خوبم، متشکرم. مینا،
اینجا داری چی کار میکنی؟ I'm fine too, thank you. What are you doing here, Mina? میخوام یک کتابی بخرم. I want to buy a book. میخوای الان بخریش؟ Do you want to buy it now? آره، اما هیچ پولی همرام ندارم. میتونم کمی پول از تو قرض بگیرم؟ Yes, but I don't have any money with me. Can I borrow some money from you? متاسفم، من هیچ پول نقدی همرام ندارم. I'm sorry, I don't have any cash with me. اوکی، میتونم فردا بخرمش. That's okay, I can buy it tomorrow. دلم میخواد شامو با تو صرف کنم مینا. I'd like to have dinner with you, Mina. اوکی، اما کی؟ Okay, but when? امشب. Tonight. امشب نمیتونم. من باید امشب برم به پاساژ. اما میتونیم فردا ناهار صرف کنیم. I can't tonight. I have to go to the mall tonight. But we can have lunch tomorrow. باشه، پس فردا خوبه. All right, tomorrow is fine. یه رستوران خوب ایرانی میشناسی؟ Do you know a good Persian restaurant? آره، یه رستوران خوب میشناسم. تو خیابون باندی. Yes, I know a good restaurant on Bundy Avenue. باشه، بای. All right, goodbye. به جملات زیر خوب توجه کنین. آیا کمی چای میل دارید؟ Would you like some tea? نه، مرسی. No thanks. ولی من کمی آب میل دارم. But I'd like some water. من کمی آب میل دارم. But I'd like some water. خواهش میکنم. You're welcome. بفرمایید. Here you are. متشکرم. Thank you. مرسی. Thanks. ما داریم میریم ایران. We're going to Iran. ما باید بریم ایران. We have to go to Iran. آیا الان تو ایرانی؟ Are you in Iran now? جواب مثبت کوتاه. Yes, I am. جواب منفی کوتاه. No, I'm not. پس کجایی؟ Then where are you? الان تو کانادام. I'm in Canada now. آیا میخوای بری ایران؟ Do you want to go to Iran? جواب مثبت کوتاه. Yes, I do. جواب منفی کوتاه. یا نه نمیخوام. No, I don't. قهوه داری؟ Do you have any coffee? جواب مثبت کوتاه. عملاً یعنی آره دارم. Yes, I do. جواب منفی کوتاه. عملاً یعنی نه ندارم. No, I don't. چای داری؟ Do you have any tea? جواب منفی کوتاه. No, I don't. جواب مثبت کوتاه. Yes, I do. 10 10, 8 8, 7 7, 9 9. آیا میتونی کمی پول نقد بهم بدی؟ Can you give me some cash? میخوای باهاش چی کار کنی؟ What do you want to do with it? میخوام باهاش ماشین بخرم. I want to buy a car with it. احتیاجش دارم یا لازمش دارم. I need it. من کمی پول احتیاج دارم. I need some money. من کمی پول میخوام. I want some money. لازمش دارم. I need it. لازمش ندارم. I don't need it. تو نمیخوای ماشین بخری. You don't want to buy a car. تو احتیاج نداری ماشین بخری. You don't need to buy a car. تو احتیاج نداری بخریش. You don't need to buy it. آیا کمی چای میخوای؟ Do you want some tea?
آیا پول احتیاج داری؟ Do you need money? آیا کمی پول احتیاج داری؟ Do you need some money? جواب منفی کوتاه. No, I don't. جواب مثبت کوتاه. Yes, I do. چقدر میخوای؟ How much do you want? چقدر لازم داری؟ How much do you need? $10 لازم دارم. I need $10. میتونم بهت بیشتر بدم. I can give you more. بیشتر. More. آیا بیشتر احتیاج داری؟ Do you need more? جواب منفی کوتاه. No, I don't. بهم کمی پول نقد بده. Give me some cash. من پول نقد باهام ندارم. I don't have any cash with me. مطمئنی؟ Are you sure? جواب مثبت کوتاه. Yes, I am. به این قسمت خوب توجه کنین. من باید الان برم. I have to go now. $5 بهم بده. Give me $5. تو باید به من $9 بدی. You have to give me $9. بیشتر. More. پول بیشتر. More money. من پول بیشتری لازم دارم. I need more money. آیا پول بیشتری احتیاج داری؟ Do you need more money? جواب مثبت کوتاه. Yes, I do. جواب منفی کوتاه. No, I don't. به این قسمت خوب توجه کنین. تو بهتر از من انگلیسی صحبت می کنی. You speak English better than me. بهتر از من. Better than me. بیشتر از من. More than me. بیشتر از تو. More than you. من $6 دارم. I have $6. و تو $10 داری. And you have $10. تو بیشتر از من داری. You have more than me. تو پول بیشتری از من داری. You have more money than me. من باید یه چیزی بخرم. I have to buy something. کمی پول احتیاج دارم. I need some money. آیا میتونم کمی پول قرض کنم؟ Can I borrow some money? چقدر احتیاج داری؟ How much do you need? $10 لازم دارم. I need $10. متاسفم من فقط $7 دارم. I'm sorry. I only have $7. ولی به هر حال مرسی. But thanks anyway. به هر حال. Anyway. کجا داری میری؟ Where are you going? دارم میرم سوپرمارکت. I'm going to the supermarket. چی خیال داری بخری؟
What are you going to buy? میخوام کمی آب بخرم. I want to buy some water. آیا میتونی کمی نان هم بخری؟ Can you buy some bread too? جواب منفی کوتاه. No, I can't. به هر حال. Anyway, تو به هر حال داری میری سوپرمارکت. you're going to the supermarket anyway. کمی نان لازم داریم. We need some bread. باشه. All right. دوستان عزیز به لغات زیر خوب دقت کنین و سعی کنین هم خود لغتو و هم تلفظشو خوب به ذهنتون بسپارین. borrow, row, borrow, water, water, thanks anyway, way, anyway, thanks anyway, I need it, I need it, dollar, dollar. به این قسمت خوب توجه کنین. خیال دارم یکم پول قرض کنم. I'm going to borrow some money. من باید مقداری پول قرض کنم. I have to borrow some money. من باید الان برم. I have to go now. آیا میتونی یکم چای به هم بدی؟ Can you give me some tea? بفرمایید. Here you are. کمی بیشتر. Some more? من کمی بیشتر احتیاج دارم. I need some more. دوستان عزیز رسیدیم به پایان درس 14. از اینکه با ما بودین جهان سپاس. تا درس بعدی خدا نگهدارتون.